Если вы впервые на нашем канале, обязательно подписывайтесь, с нами интересно. جمعه گذشته من در اطراف سلام برای شما گفته بودم که سلام میدهم. سلام دادن چگونه هست، باید چگونه سلام دهی، و در باب قهری که امروز برادرای ما و شما قهری هستن با یکدیگر، شرم نمیکنن، هر دو نماز میخوانند، هر دو در یک محله زندگی میکنند، هر دو در یک طبق نان میخورند، لیکن با یکدیگر قهری هستند. خواستم در اطراف همین با شما صحبت آراسته کنم. حبیب خدا میگوید لما خلق الله تعالی آدم فقال اذهب فسلم على هؤلاء النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. حبیب خدا میگوید وقتی خدا آدم آفرید، بابای آدم میگویم حضرت آدم علیه السلام، اولین آدمی را که خدا آفرید، وقتی آفرید بعداً با این آدم چی گفت؟ اذهب فسلم على هؤلاء نفر من الملائکه جلوس. همون جمعیتی که نشستن دیدی گفت. حضرت آدم نگاه کرد که یک جمعیت مثل همین مسجد ما و شما پوری آدم، پوری همین تگویم یک مخلوقای خدا. گفت دیدم، گفت همه اون ملائکه هستن. گفت اونا ملائکه هن. فسلم، رفته به اونها سلام بده، لیکن گوش انداز که وقت سلام دادی چی جواب میگیری، زیرا این که جواب او جواب هست که باید به تمام فرزندهای تو انا همین گونه سلام و انا همین گونه باید جواب باشد. حضرت آدم میگوید آمدم نزد ملائکه ها آمدم. بعدن چی گفت؟ السلام علیکم. حضرت آدم به همون تمام ملائکه ها بعد سلام داد، السلام علیکم. ملائکه ها همه گوش داشتند. فقالو السلام علیک و رحمت الله فزاده رحمت الله. شارح های حدیث میگوید، میگه وقتی آدم گفت السلام علیکم به صیغه جمع، علیکم بر شما، سلام بر همه شما باد. حضرت آدم گفت از طرف ملائکه ها چی جواب آمد؟ السلام علیک و رحمت الله. ببین حضرت آدم یک کس کی بود، علیکش گفتن، اونا جواب گفتن سلام بر تو باد و رحمت پروردگار به تو باد. جواب انا همین است، سلام انا همین است، السلام علیکم. جواب چی باشد؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر چند البرکات من در آینده حدیث دیگر در برای شما بیان میکنم، لیکن از جانب ملائکه فقط همین قدر آمد، و علیک السلام و رحمت الله، السلام علیک و رحمت الله. این جوابی بود که از ملائکه ها.